سلام رفقا، علی کاووس هستم. خوش اومدیم به این ویدیوی فوق خفن و داغ که تو این ویدیو قراره بهتون بگم که چیکار کنید با ساپورتر خود اکتیویژن حرف بزنید. بابت چی؟ بابت اینکه بتونین اکانت رو حذف سیو کنید و سیو اکانت رو پاک کنید. و رفقا درصد پاک شدن سیو تقریبا 70-80 درصده که یه سری چیزا باید داشته باشی، یه سری اطلاعات باید داشته باشین که اطلاعات آنچنان سختی هم نیستش. اگه اکانت برای خودتون باشه 100% میتونید سیو رو پاک کنید. و رفقا من زیاد اهل این نیستم بیام ویدیو رو طولانی کنم، 600 دقیقه ویدیو بسازم که بیام یه مطلب کوتاه بهتون بگم که تایم گیر باشه زیاد براتون. فقط میگم این ویدیو رو یه لایک و سیو، میگم سیو اینقدر اینستا بودیم، میگم سیو، لایک بزنید، ساب کنید تا سریعتر یک کا بشیم. اگه تا اینجای ویدیو دیدی یه کامنت قلب سیاهی بنفشی سفیدی یه چی بذار که ببینم که تا اینجای ویدیو منم همراه داشتی و این وایس که گفتم و شنیدی. سلام رفقا، بریم برای آموزش که بهتون بگم چطور با ساپورتر ارتباط بگیرید و حرف بزنید. مثلا ببین اکانتتون 600 تا سیو خورده توسط ایرانی یا خارجی و هک شده و ورود میخوره از طریق این سیو. میای اینجا ساپورت که بزنید یه همچین صفحه براتون باز میشه، کلی گزینه داره و اینا. این گزینه رو که بزنید وارد این صفحه میشید. اینجا نو که بزنید یه چت براتون باز میشه. این چت رو که بزنید روش میایین توی این قسمت. حالا یه چتی من دادم و اینا چت شد. اینجا نیو چت رو که بزنید وارد این قسمت میشید. خب اینجا باید چیکار کنید که دوباره مثلا بیاین با ساپورتر حرف بزنید. اینجا گزینه دوم و گزینه اول و دوباره چت. نو که بزنید دوباره چت باز میشه براتون و میتونید با ساپورتر ارتباط بگیرید. و برای شروع باید چیکار کنی؟ اولش باید چی بنویسی با ساپورتر؟ یه متن دستساز من از چت جی پی تی اوکی کردم که خیلی جواب. اولش باید حتما اونو بفرستید که تو تلگرام گذاشتم و لینک تلگرام داخل دیسکریپشن همین ویدیو هستش. و بعد اینکه متن فرستادین ممکنه یه 5-6 ساعت دیگه ساپورتر جوابتون رو بده. مثلا چجور بفهمم که جواب اون ساپورتر داد؟ اینجا رو که میبینی علامت سواله اینجا 1 میاد. اگه جوابتون رو بده یه عددی میاد 1، مثلا جوابتون رو 1 پیام فرستاد، 2 پیام فرستاد، اینو که بزنید روش پیامش بالا میاد دیگه. ولی برای پارت دوم که چیکار کنید این سیو پاک بشه، بهتون میگم چیکار کنید سیو پاک بشه. ولی بعد حتما این ویدیو بازخورد خوبی بگیره، ببینم واقعا خوشتون اومده از همچین ویدیوی سبکی تا بهتون بذارم دیگه پارت بعدیشو. حتما این اینستا رو فالو کنید تا از اخبار و همچین چیزای عقب نمونید و یوتیوب هم حساب بزنید که سریعتر یک کار بشیم. خیلی عشق کردید، مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید و همراه من بودید. شو خوش.